آمریکا به دنبال ساخت پایگاه نظامی در نزدیکی غزه. پیروزی انتخابات پارلمانی عراق مشخص شد. قوای دیپلماتیک عراقچی و لاروف پشت درهای بسته چی گفتن؟ سلام، در این بخش خبر شکار نیوز خوش آمدید. آمریکا به دنبال ساخت پایگاه نظامی در نزدیکی غزه. با گزارش جماران شبکه بلومبرگ شامگاه سه‌شنبه گزارش داد که ارتش آمریکا در حال بررسی ایجاد پایگاه نظامی جدید با ظرفیت 10,000 پرسنل برای نظارت بر آتش‌بس غزه است. رسانه‌های آمریکایی شامگاه سه‌شنبه از تصمیم واشنگتن برای ایجاد پایگاه نظامی جدید در نزدیکی نوار غزه خبر دادند. شبکه بلومبرگ در این باره گزارش داد که نیروی دریایی آمریکا در حال بررسی ایجاد یک پایگاه نظامی با ظرفیت 10,000 پرسنل برای نظارت بر آتش‌بس غزه است. پیروزی انتخابات پارلمانی عراق مشخص شد و گزارشی اسنا خبرگزاری فرانسه به نقل از منابع آگاه نوشت ائتلاف بازسازی و توسعه شامل بر چندین حزب و حامی محمد شیال سودانی نخست وزیر عراق پیروزی بزرگ در انتخابات پارلمانی کسب کرده است. یک مقام نزدیک به نخست وزیر عراق به خبرگزاری فرانسه گفت این ائتلاف بعد از انتخابات روز سه‌شنبه به یک پیروزی بزرگ دست پیدا کرده است. قوای دیپلماتیک عراقچی و لاروف پشت درهای بسته چی گفتند؟ وزارت امور خارجه روسیه اعلام کرد که سرگئی لاروف وزیر امور خارجه این کشور در تماس تلفنی با عباس عراقچی همتای ایرانی خود درباره مسائل دوجانبه و تحولات منطقه‌ای برایزنی پرداخت.